میلاد هراتی من نمیدونستم. میلاد خودش خواننده افغانستانی رپ معروف هم هست. من تعجب کردم 4-5 دقیقه یه تک خود. حالا ازش من خواستم یه آهنگ فارسی بخونه. فارسی تا الان نخونده. گفتم رپر فارسی کسی حفظ نیست؟ گفت نه. گفتم بس همین الان یه شعر فارسی بنویس. همین یعنی کلا چند دقیقه 3-4 دقیقه نوشت، آماده کرد بخواد برای شما. ازش خواستم اجرا کنم. آخرش هم من اجرا میکنم. یکی از آهنگای نوستالژی. خیلی وقتا پر بودیم داد نزدیم درده، از شور و بازو پاک کردیم نشدیم ما برده. به زندگی سر با چشامون دیده مرگه، سختی خیلی کشیدم که مشکلاتم حل شه. نارفیقی خیلی بده تجربه شد در کن، سواری موت میخوای پس یه نفر رو خر کن. زندگی خوب چرا باید بد باشه؟ آزاد زندگی کن، انسان باید مرد باشه. زندگی کن سر بلند مردونه باش پای حرفات. زندگی ها خیلی سخت، خوب نمیشه جای زخمات، نمیشه جای زخمات. کفش خوبو به پام، ساعت رولکس به دستم، آرزوشونه که امثال تو مثل من شم. پول میسازم با سلولای کورتکس مغزم، رو کف حالی بودم شد اسم من. هک منو میبینی میگی یه نمه آشقا میخوره پشت ماشینم و نگاه همه آلپاچینو. میلاد بده یه دونه آستامینوفن چون سرم درد میکنه داستانی شده.